در یک نشست ویژه 15 تن از جنرالان و فرماندهان رژیم گذشته از فداکاری نیروهای دفاعی و امنیتی کشور ستایش کردند و حمایت کامل خود را از پالیسی‌های امارت اسلامی اعلام نمودند. آنان کارکردهای اداره ولایتی پنجشیر را در بخش‌های پروژه‌های انکشافی و فعالیت‌های تجارتی بی سابقه دانسته و از توجه خاص رهبر امارت اسلامی به مردم ولایت پنجشیر سپاسگزاری کردند. برخورد امارت اسلامی با من یک جنرال همراه ما برخورد کرد. من یک جنرال، من یک آدم عادی با ما برخورد کرد. احترامم کرد، بالاش کردم، عزت کرد، همین استخبارات همیشه اوزی ازدا مرا بسیار احترام کرد. حالی هم با همین کسایی که مرا میشناسند و همین در استخبارات از چه در پلیس از چه در هر چیز که هستند مرا که میبینم بسیار احترام قائم میکنن با ما، بسیار احترام میکنن. مرا به این نیست یک ریسفید خود، یک کلان خود، یک تحصیل یافته خود، یک شهروند افغانستان او مرا احترام میکنن. ما از امارت اسلامی هیچ نه فامیلم نه خودم از روز اول تا انتها را کدام از آزار و اذیت ما نشدیم. حالا ما امارت اسلامی را فرضاً میگیم، حالا یک امریکایی سر ما حکومت بکنه یا یک مسلمان یا یک اسلام، کدامش افتخار است؟ افتخار ما آدمی است که از خود افغان باید است، افغان رو باید است رهبری بکنه. ما قبلا شخصا خودم همیشه مبارزه ما می بودم که ما افغان هستیم، از وطن خود باید دفاع بکنیم، مردم خود بشناسیم. هلمند کی است؟ قندهار کی است؟ پنجشیر کی است؟ بدخشان کی است؟ فردن غزنی کی است؟ کلش ما از یک وطن هستیم، ما از یک زبان. این که زبان ما پشتو است. هر افغان باید است، هر افغان که در جایی است، چه پشتو زبان است چه تری زبان است. امیدوار ما به این هستیم که یک افغانستان آزاد، یک افغانستان مستقل، یک افغانستان که از خود افغان باشد. والی صاحب نه تشکر کنم، خصوصا بالخصوص چه نماینده دفتر لیگل ایدا ولسوال صاحب ته دا خبره زه ډېر په درنه سترګو وایم چې دای ښه کار کړی. جنرال عبدالسلام بخشی گفته که فاصله میان مردم و نظام در پنجشیر از میان رفته و امروز هماهنگی کامل میان مردم و حکومت برقرار است. بازم نشست ما مفید و مؤثر میدونم. به حساب کلمه آیت شریف هست که کل شورا و امر بینهم، همه چیز باید مشوره کنه. انسان مشوره در او یک نظر خیر است. اگر هر کسی یک نفر اگر نظرش چی بود، نظر دیگه میتونه که را به حساب چیز کندش، اصلاح بسازدش. این مردم امی خود جلسه امروز ملت با دولت وصل بسازه که دولت بین ملت و دولت فاصله ایجاد نمیشه، مشکلات های خود مطرح میسازن، به مقام های زیرسالای دولت میرسه، دولت دیره در قسمت اصلاحش اقدام میکنه. این نشست بسیار مفید و به نفع جامعه و دولت بر دو طرف است که هم مشکل جامعه حل میشه و هم پرابلمی به دولت ایجاد نمیکنه. مشکلی اگر میباشد در این نشست ها حل میشه. از 4 سال پیش تا به امسال بسیار فاصله را طی کرده، بسیار بودی که بین دولت و ملت فاصله داشت، فاصله ها از هم برداشته شده. اعتمادی مردم تغییر کرده، مردم فعلا در آسایش و آرامش خود احساس میکنند، ولی یک مقدار مشکلات های خود دولت شاید ببینه و داشته باشه. اونا رو ما نمیتونم که همه چیزی چی کنه، خود به حسابمون خود دولت میبینه و میفهمه، ولی بعضی مشکلات های بسیار کمی که باقی مونده یا براندازی که باقی مونده خود دولت میتونه امیر از طریق شورا و از طریق تفاهم ملی که مردم هر ولایت باید با خود داشته باشه، مثل قسم در پنجشیر ایجاد شده، در دیگه ولایت ها هم ایجاد شده، مشکلات مردم بیشتر حل شده میره، با مشکلات مردم رسیدگی از طرف دولت صورت میگیره. در این نشست جنرالان اداره پیشین بر مبارزه با مواد مخدر و ایجاد فرصت‌های کاری برای جوانان تاکید ورزیدند و از تلاش‌های رهبری ولایت پنجشیر در تأمین امنیت و رشد اقتصادی قدردانی کردند.